اکوکست رو میشنوید. این قسمت تنهایی. هیچ رابطه‌ای قادر به از بین بردن تنهایی نیست. هر یک از ما در هستی تنهاییم، ولی میتوانیم در تنهایی یکدیگر شریک شویم، همانطور که عشق درد تنهایی را جبران میکند. قسمتی از سخنان اروین دیالون رو شنیدید و در ادامه قسمتی از کتاب دیالکت تنهایی از اکتاو یوپاش رو میشنوید. تنهایی احساس و علم بر این است که انسان تنهاست، بیگانه از جهان و از خویشتن. همه انسان‌ها در لحظات از زندگیشان خود را تنها احساس می‌کنند و تنها هم هستند. زیستن یعنی جدا شدن از آنچه بودیم برای رسیدن به آنچه در آینده مرموز خواهیم بود. تنهایی عمیق‌ترین واقعیت در وضع بشری است. انسان یگانه موجودی است که می‌داند تنهاست و یگانه موجودی است که در پی یافتن دیگری است. انسان خود را درد غربت و بازجستن روزگار وصل است. بنابراین آنگاه که از خویشتن آگاه است، از نبود آن دیگری یعنی از تنهاییش هم آگاه است. جنین با دنیای پیرامون خود یکی است، ناآگاه از خویشتن. وقتی که زاده می‌شویم، رشته‌هایی را می‌گسلیم که ما را به زندگی کور در زهدان مادر، جایی که فاصله میان خواستن و ارضا نیست، پیوند می‌داد. ما این تغییر را چون جدایی و از دست دادن، چون حبوط به دنیای غریبه و خصم در میابیم. بعدها این حس بدوی از دست دادن تبدیل به احساس تنهایی می شود و باز بعدتر تبدیل به آگاهی. ما همه نیروهایمان را به کار می گیریم تا از بند تنهایی رها شویم. آدمی مرگ و تولد را به تنهایی تجربه می کند. ما تنها زاده می شویم و تنها می میریم. بخش از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اثر اروین دیالون رو میشنوید و پس از آن صدای شما. در مورد انواع تنهایی میتونیم حرف بزنیم. تنهایی درون فردی، بین فردی، اگزیستانسیال یا وجودی. به این صورت که در تنهایی درون فردی فاصله بین بخش‌های مختلف خود اتفاق میفته و در تنهایی بین فردی فاصله بین من و دیگران اتفاق میفته و در تنهایی وجودی فاصله میان من و جهان اتفاق میفته. پس در همه انواع تنهایی ما با شکاف روبرو هستیم، اما جای این شکاف در درون خود ماست. گاهی در بیرون با دیگران و گاهی با خود جهان است. زمانی که ما شکافی در درون خود احساس نکردیم و بخش‌های مختلف وجودمون با هم هماهنگه و در روابط بین فردی هم مشکلی نداریم و دارای روابط رضایت بخشی هستیم، هنوز احساس تنهایی و بیگانگی با جهان داریم. اینجاست که تنهایی ما وجودی است. اما برای درمان انواع تنهایی، در تنهایی درون فردی ما حتما باید به روان درمانی مراجعه کنیم و به یک درمانگر به حل این احساس تنهایی بپردازیم. برای تنهایی بین فردی، یادگیری مهارت‌های ارتباطی و شرکت در گروه درمانی بسیار مناسبه، اما در تنهایی وجودی ما هیچ چاره‌ای جز پذیرش اون نداریم و برای این احساس تنهایی من تنها میتونم هنر و ادبیات رو توصیه کنم، جایی که میتونه مرهمی بر تنها بودن ما در جهان باشه. اما اگر بخوایم تعریفی از تنهایی اگزیستانسیال یا وجودی داشته باشیم، میتونیم بگیم که در تنهایی اگزیستانسیال به فاصله بین خود و دیگران و فاصله‌ای که حتی در روابط بسیار عمیق وجود داره اشاره میشه. انسان نه تنها از دیگران جداست و جهان خودش رو میسازه، بلکه از جهان هم جداست. این نوع تنهایی از تنهایی بین فردی و درون فردی متمایزه
از اونجا که تنهایی اگزیستانسیال درمانی نداره. درمانگران باید از راه حل‌های کاذب بپرهیزند. تلاش برای گریز از تنهایی ممکنه به روابط فرد با دیگران آسیب بزنه. بسیاری از دوستی‌ها یا ازدواج‌ها به جدایی منجر میشه، چون فرد به جای اون که با دیگران ارتباط برقرار کنه و دلسوز دیگری باشه، دیگری رو وسیله‌ای برای گریز از تنهایی میدونه. یکی از تلاش‌های معمول و بسیار جدی برای حل مسئله تنهایی اگزیستانسیال یکی شدن با دیگریه. هنگامی که فرد خودش رو در دیگری مستحیل میکنه، هرچند این یکی شدن اضطراب رو کاهش میده اما خویشتن رو گم میکنه. مهمترین موقعیت تنهایی اگزیستانسیال برخورد با مرگ خودمونه. موقعیتی که فقط مال منه و هیچ کس دیگری در اون شریک نیست. به همین دلیله که در میون دغدغه‌های اگزیستانسیالیسم بیشتر از همه هراس انگیزه. یالوم غرق شدن در دیگری رو راهی برای فرو نشانی اضطراب تنهایی میدونه که در این رابطه طرف مقابل در نقش یک وسیله برای پر کردن تنهایی فرد قرار میگیره. به نظر من تنهایی یک قسمتی از زندگیه که اونو هم باید تجربه بکنی و برای یک برهه‌ای از زندگی حتی به نظر من لازم هست، چون باعث میشه که بتونی برای آیندت و هدفهایی که داری برنامه ریزی بکنی که باعث پیشرفتت میشه و اینو باید بپذیری. ولی از طرف دیگه اینکه همیشه تنها بمونی هم از نظر شخصی من مناسب نیست، چون بعد از یک مدتی اینطوری که من احساس میکنم ممکنه کسل کننده بشه و باعث بشه که تبعات جدی برای هر شخصی داشته باشه. قطعا ما میتونیم بگیم اولین جایی که تنها هستیم رحم مادرمونه. یعنی اولین جایی که ما تنهایی رو حس میکنیم رحمه و خب قطعا ما میخوایم به یک رشدی برسیم، پس اولین جایی که ما تنهایی رو حس کردیم تو رحم مادره. ولی بعدش این رو به صورت ذاتی میدونیم که قراره که از اون قسمت خارج بشیم و وارد یک دنیای جدیدی بشیم، پس تنهایی رو در واقع تحمل میکنیم و به نظر من اگر به این دید بهش نگاه کنیم و از اون حالت خارجش بشیم میتونه خیلی برای ما در واقع الماس باشه و قدرش رو بدونیم. این که تنهایی چجوری به دست اومده میتونه اتفاق تلخ باشه. اگه یه نفر، من بیشتر تو رابطه رو دارم میگم، با مثلا یه نفر با نامردی ولت کرده باشه، آره میتونه تلخ باشه، میتونه ببرت سمت انزوا، میتونه حتی شکسته ترت کنه، یا اینکه خدایی نکرده یه عزیزی رو از دست بدی، چرا میتونه خیلی سخت باشه. اینکه چجوری اون تنهایی به وجود اومده خیلی مهمه به نظر من، روی اینکه توی اون تنهایی چه اتفاقی، چه اثری روت میذاره، چه اتفاقایی قراره بیفته. به نظر من توجه به تنهایی فردی یک امر بدیهی توی زندگی ما آدم‌ها باید باشه، اما اینکه تنهایی میتونه تلخ باشه یا تلخ هست یا نه، به نظر من برمیگرده به همون مواجهه ما با این مقوله. تنهایی به نظر من اگه خودخواسته باشه هیچ وقت نمیتونه تلخ باشه، اما اگر ناشی از پس زده شدن از یک جمعی باشه، خب اونجا میشه انزوا و این خب میتونه تلخ باشه. اما به نظر من نه تنها تلخ نیست، آسیب زننده یا مضر نیست، که من اتفاقا نقطه مقابل فکر میکنم کاملا در زندگی فردی ما میتونه نقش مفیدی داشته باشه. یه وقتاییه که خب مدت ها مثلا تنها بودم، با هیچ کس حرف نزدم، افکارمو با کسی بیان نکردم و نسبت به خودم گم میشم و انگار
در تداوم این انزوا قرار میگیرم. اما از طرفی هم که آدم اهل مطالعه بودم، یعنی چند تایی کتاب خوندم و برام جالب بود بدونم و به این مسئله هم برخوردم که تنهای آدم رو دچار فردیت میکنه. از اون همسان شدگی با جامعه انگار یک کمی پاکتر میشی و من اینو تجربه کردم، خودم دیدم در خودم و خوشحال بودم که همچین چیزی رو به دست آوردم، حتی با تمام ناراحتی هایی که در طول تنهایی در من وجود داشت و من با حس افسردگی هم داشتم سر میکردم و مبارزه میکردم که حتی بتونم بر میلم به خودکشی غلبه کنم و تنهایی منو نکشت. لحظاتی بوده توی زندگیم که من از تنها بودن خودم بسیار لذت بردم و حتی جدا از فرصت هایی که بوده که میتونستم دور خودم رو شلوغ بکنم اما ترجیح دادم دورم خلوت بمونه، استفاده کردم، دورم رو خلوت کردم و اون خلوت و تنهایی که به دست آوردم باعث شده تا من بتونم به چیزی که میخوام برسم، مثلا توی درسم. اما گاهی هم بوده که وقتی که دیگه خیلی تنها بودم، این تنهایی جدا از این که خیلی کارایی باید انجام میدادم، اما در اون لحظه اون تنهایی برای من مفید نبوده. در اون لحظه دیگه شاید بشه گفت تنهایی برای زندگی من به حالت اشباع رسیده بوده و واقعا هم نمیتونستم کاری بکنم. یعنی لحظاتی بوده که من برنامه برای انجام دادن داشتم، کار برای پیش بردن داشتم، اما تنهایی اونقدر دیگه اشباع شده بوده که جدا از این که فرصتشو داشتم تا به برنامه هم و کارم برسم، اما انگیزه و شوقی نبوده و دقیقا با خودم میگفتم که خب حالا و یک نمیدونم حالت این که باید برم یه جایی آدم ببینم. یعنی بوده لحظاتی که واقعا با خودم گفتم وقتشه برم یه جایی یه چند تا آدم ببینم که از این تنهایی در بیام. یک رابطه رو قبلا تجربه کردم، الان دارم این حرفا میزنم. تنهایی برای من بده، تنهایی رو نمیتونم هضمش کنم، خیلی درگیرم. اینکه تنهایی باعث میشه که خودتو بهتر بشناسی، آره این لایک داره، درسته، باعث میشه که خودتو بهتر بشناسی، ویژگیاتو بهتر بشناسی و ببینی که چه کسایی در حد خودت هستن. این تجربه میشه. ولی اینکه من تنها باشی رو دوست ندارم، تنها بودن رو دوست ندارم. من خودم واقعیتش تنهایی هیچ موقع یک عامل انزوا یا یه چیز ناخوشایند و که بخواد به مثلا حس افسردگی و اینا بده نبوده واقعیت هیچ موقع. اتفاقا تنهایی برای من همیشه شیرین بوده و هست، چون خیلی وقتا باعث میشه که خب من به اون اهدافی که تو زندگی دارم فکر کنم، اون تصمیمایی که میخوام تو زندگی بگیرم خب معمولا تو یک تنهایی محض و در یک سکوت محض اتفاق میفته برام. و این که خیلی وقتا میتونم تو تنهایی به عمل کردم فکر کنم، خودم رو قضاوت کنم، خب اینا همه در تنهایی اتفاق میفته. اول اینکه گاهی اتفاقات توی زندگی هستش که به ثابت کنه خیلی تنهایی، مشکلات افسردگی، مشکلات شغلی، مشکلات خانوادگی، مشکلات از این دست باعث میشه که تو فوق‌العاده این فشار تنهایی بیشتر احساس کنی. ولی این واقعیت را ما باید بپذیریم به عنوان یک انسان خارج از برچسب‌های معنوی و شغلی و حرفه‌ای که ما همیشه تنها بودیم و این درگیر روزمرگی ها شدن باعث شده که هیچ وقت به این موضوع فکر نکنیم.
اما با توجه به شرایطی که انسان ممکنه باش روبرو بشه، گاهی تعمداً تصمیم میگیره که تنهایی برگزینه و یا اینکه با توجه به اتفاقات بعدی که ممکن در زندگیش اتفاق بیفته و با جبر روزگار مجبور به میشه که تنها باشه. مثالی برای گزینه دوم بزنم، این که ممکنه انسان دچار یک لغزشی بشه و باعث بشه که به زندان بیفته و این انتخاب تنهایی جبریه. و در ادامه در خدمت مهمانی قسمت ما مشاور خانواده خانم صمدپور هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی سریع و بدون معطلی میرم سراغ سوالی که تا پایان این کلام قراره به پاسخ اون بپردازیم. عزیز من، میدونی که آدم بیرحمانه تنهاست؟ کجاها احساس تنهایی رو تجربه کردی؟ با این احساس تنهایی چه کار کردی؟ چقدر تلاش کردی که با سرگرم کردن خودت به شیوه‌های مختلف با این احساس مواجه نشی؟ میدونی تجربه تنهایی و پیدا کردن درست اون میتونه در سلامت روان به تو کمک کنه؟ اما این چیه؟ این تنهایی چیه که در عین این که ما از اون فرار میکنیم و میخوایم با اون مواجه نشیم، انواع اقسام سرگرمی‌ها، شوق‌ها، روابط و دوستی‌ها رو انتخاب میکنیم که یه وقت حس تنهایی سراغمون نیاد، اما میگیم یه جایی منشأ سلامت روان ما هم هست. این تعارض رو میشه چطوری حل کرد؟ برای پاسخ به این سوال لازم 3 جور تنهایی رو توضیح بدم خدمتتون تا بفهمیم که هر کدوم از اونها زیر مجموعه کدوم قسم از تنهایی قرار میگیرن. اولین نوع تنهایی بین فردی هست. وقتی حرف از تنهایی بین فردی میزنیم معمولاً به صورت جدا افتادگی این جنس تنهایی خودشو نشون میده. شکل بیکسی داره. دور افتادن از دیگران و اطرافیان هستش. چی میشه که این اتفاق میفته؟ چه عواملی باعث میشه که یک فردی از دیگران جدا بیفته و به اصطلاح افراد دور و برش کم باشن؟ دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه. یه جایی احساسات متضاد و گوناگونی که اون فرد در مورد صمیمیت تجربه میکنه میتونه منجر به تنهایی بین فردی بشه. یعنی چی؟ یعنی اون فرد یه جایی ممکنه احساس کنه اگر با فردی صمیمی بشه مورد تعرض اون قرار میگیره. حسش این باشه که صمیمیت باعث میشه دیگران از تو سوء استفاده کنن. صمیمیت باعث میشه که اون شأن و جایگاه خودتو از دست بدی. پس این احساسات مختلفی که فرد در مورد صمیمیت تجربه میکنه، یعنی گاهی هم دلش میخواد با دیگران صمیمی بشه، هم یه جای از این صمیمی شدن ترس داره و نمیخواد با اون مواجه بشه و تبعات و مسئولیت اون رو بپذیره، باعث میشه فرد از دیگران خودش رو جدا کنه. یکی دیگه از عواملی که باعث تنهایی بین فردی میشه فقدان مهارت اجتماعی هست. اون کسی که بلد نیست ارتباط برقرار کنه، اون کسی که نمیتونه جرأتمندانه گفتگو کنه، احساسات و هیجانات خودش رو با دیگران به اشتراک بذاره، این فرد چون مهارت نداره از جمع فاصله میگیره. یه جایی اون انزوای جغرافیایی هم میتونه منجر به این بشه. یعنی فرد در مکانی زندگی میکنه، در موقعیتی زندگی میکنه که افراد دور و برش بسیار محدود هستن، با اونها ناشناس هست، زبان گفتاری اونها رو بلد نیست و ناخودآگاه منجر شده اون به سمت به اصطلاح این تنهایی بین فردی بره. یکی دیگه از عواملی که موجب تنهایی بین فردی میشه اون سبک شخصیتی فرد هستش. یعنی چی؟ افرادی هستن با سبک شخصیتی خودشیفته. خودشیفته ها چی کار میکنن؟ گاهی اوقات دیگران رو لایق گفتگو نمیبینن، دیگران رو در حدی نمیبینن که با اونا رابطه برقرار کنن.
پس ترجیح میدن تنها باشن، اما با هر کسی حرف نزنن، به هر مهمانی نرن، تو هر جمعی شرکت نکنن. این افراد خودشون رو در تنهایی بین فردی قرار میدن. افرادی هستن که درگیر اختلال اسکیزوئید هستن، یعنی هیچ میلی به رابطه ندارن، تعامل چشمی با دیگران برقرار نمی‌کنن، احساسات چندانی رو تجربه نمی‌کنن در تعامل با دیگران. افراد استثمارگر هم به همین شکلن. افرادی هستن که دیگران رو تحت سلطه خودشون گرفتن، سلطه‌گری در روابط از خودشون نشون دادن و ناخودآگاه در روابط چی شدن؟ تنها شدن. اطرافیان اونها رو ترک کردن. و اندک افرادی اونها هم گاهن به واسطه منافعی که ممکنه داشته باشن خب کنار این فرد هستن. پس میبینیم این دست افراد تنهایی بین فردی رو زیاد تجربه میکنن. افرادی قضاوتگر هستن هم در همین ردیف قرار میگیرن. جز عوامل تنهایی بین فردی هستش قضاوتگر بودن. افرادی که با برچسب زدن به دیگران، ایراد گرفتن ها، مدام دیگران رو حذف میکنن از دایره روابطشون. خب اون یکی که شلخته است، اون یکی از نظر اعتقادی به من شباهت نداره، اون یکی در حد شأن خانوادگی من نیست. مدام با قضاوت کردن هاشون دیگران رو حذف میکنن و دیگران هم از دایره روابط اونها کم کم خارج میشن. عواملی از این دست میتونه منجر به تنهایی بین فردی بشه. بریم سراغ دومین نوع از تنهایی، دومین جنس تنهایی. بهش میگیم تنهایی درون فردی. چی میشه که من این تنهایی رو تجربه میکنم؟ زمانی که یک فرد احساسات یا خواسته های خودش رو خفه کنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو نبینه. یعنی استعدادهای خودش رو فراموش کنه. اون منحصر به فرد بودنش رو در داشتنها و خواستنها و استعدادها و علاقه‌مندی‌های خودش کنار بذاره و رو بیاره به بایدها و اجبارهایی که دیگران به اون تحمیل کردن. به عبارتی بایدها و اجبارهای جو خانوادگی، اجتماع و محیطی که در اون هست رو میپذیره به جای اینکه آرزوهای خودش رو بپذیره و به اونها بپردازه. به قضاوت‌های خودش این فرد بی‌اعتماده، به احساسات خودش بی‌اعتماده، یک بیگانگی درونی با خودش داره. این فرد دچار تنهایی درون فردی شده. و همونطور که مختصری خدمتتون عرض کردم، این دست تنها شدن نتیجه مسدود کردن‌های ابتدایی زندگیه. یعنی در ابتدای زندگی، در سالهای اولیه کودکی، در محیطی بزرگ شده که به اون اجازه بروز احساسات، بیان خواسته ها، کشف درونیات و استعدادهاش داده نشده. همیشه در راستای این بوده که ببینه دیگران و اطرافیانش رو چجوری باید خوشحال کنه. اونا چی میخوان؟ اونا چه توقعاتی از اون دارن؟ چجوری میتونه تایید و توجه دیگران رو داشته باشه؟ خب این فرد میبینیم از هر جایی که قدرت انتخابش و خواستنهای خودش قطع شده، از همون زمان به بعد سن روانی اون فرد قفل شده. یعنی از تکامل طبیعی خودش باز مونده و دیگه نتونسته رشدی انجام بده. حالا این در هر سنی که بوده باشه. این فرد ممکنه 40 سال، 50 سال سن داره، اما در 7 سالگی باقی مونده. مطیع والدین بودن، مطیع معلم بودن، تلاش کردن برای اینکه نظر دیگران رو داشتن و این خیلی دردناکه. کسی که با خودش تنهاست، از خودش بیگانه است و دوره، این تنها ترین وضعیت ممکنه. یک جدایی تقریباً کامل از ساختار خودمختار فرد، از اراده های خودش بدوره. و جالب این که وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم اولین عامل مؤثر در درمان موفقیت آمیز افراد وقتی در پروسه درمان قرار میگیرن پرداختن به همین مطلبه: کشف و پذیرش بخش‌های ناشناخته وجودشون، اون بخش‌های غیر قابل قبول وجود خودشون، اون چیزایی که درون وجودشون هست اما سالها ترسیدن با اون مواجه بشن، ترسیدن به سمتش برن، حتی نخواستن بهش فکر کنن که من این احساسات، علایق، روحیات و آرزوها و اهداف رو دارم. و این در جریان درمان بسیار کمک کننده است، چون فرد رو با خود واقعیش آشنا میکنه و این تنهایی درون فردی فرد درمان میشه.
نوع سوم تنهایی اگزیستانسیال هستش. به چه معنا؟ این تنهایی معناش این هست که تو با یک تنهایی مواجه هستی که میتونه به رغم داشتن رضایت بخشترین روابط با اطرافیانت همچنان باقی باشه. دقت کنی این چه جور تنهاییه که من میتونم بهترین و رضایت بخشترین روابط رو با دیگران داشته باشم، از دوست، همکار، همسر، فرزند، اما باز همین تنهایی رو دارم. این تنهایی اگزیست منه، تنهایی وجودی منه. یعنی من با این تنهایی به دنیا اومدم و با این تنهایی میمیرم، چاره‌ای ازش ندارم، فراری ازش وجود نداره. و اتفاقا اگر بخوام خوب زندگی کنم، بخوام به روابطم درست بپردازم و جایگاه و نقش درستی رو در روابطم داشته باشم، باید این تنهایی رو بفهمم، بپذیرم و در آغوش بگیرم. تو تنهایی وجودی یا تنهایی اگزیستانسیال معتقد هستیم که یک چاله‌ای بین انسان و هر موجود دیگری در دنیا وجود داره. هر انسان یک جدایی از دنیا رو داره که باید اون رو بپذیره. در عین روابط گوناگون و متعددی که داره، در عین کارهای مختلفی که در این دنیا انجام میده، اما یه جاهایی تجربه میکنه که این کار خودم هستم و خودم، با تنهایی عمیق خودم. یه جایی یکی دو تا مفهوم رو میخوام به این تنهایی نزدیک کنم تا شاید بهتر جا بیفته. یکی از مفاهیمی که این تنهایی رو خیلی خوب به ما فهمیده ازش مفهوم مرگ هست. مرگ و تنهایی. عزیزان، زمانی من میتونم این تنهایی اگزیست رو درک عمیق‌تری ازش داشته باشم که باور کنم که تنها میمیرم. هیچ انسان زنده‌ای قادر به گریز از این تنهایی مردن نیست. حتی اگر بریم در تاریخ ببینیم و بررسی کنیم قوم‌هایی رو، قبایلی رو، سنت‌هایی رو که وقتی یک فرد می‌مرده، مثلا اون همسری که میمیره، شوهری که میمیره، همسرش رو هم باش دفن می‌کردن. فرعونی که می‌برده، خب اون خدمش رو هم می‌کشتن و باش دفن می‌کردن به واسطه اعتقاداتی که داشتیم. خب اونها داشتن و تفسیرهایی که بر این کار داشتن. فرقی نمی‌کنه چه نگاهی به این ماجرا داشته باشن، اما مسئله اینجاست که حتی اگر کسی رو هم با تو دفن کنن، عده کثیر رو هم با فرعون دفن می‌کردن، باز هم باعث نمی‌شد که فرعون در زمان مرگ تنهایی رو تجربه نکنه. ما تنها می‌میریم. و خب افرادی که اعتقادی به دین دارن معتقد هستن که این کردار نیک حتی تا لحظه مرگ هم و بعد از مرگ هم همراه افراد هست. و اگر ما انسانی داشته باشیم که به بیدینی معتقد باشه، خب اون دیگه طبیعتاً این سفر براش واقعاً تنهاییه، حقیقتاً یک تنها آغازیدن سفر مرگ و دیگه هیچی همراه نداره. پس این تجربه مرگی که ما واقعا هر جا باشیم، هر شهرت و معروفیتی داشته باشیم، درگیر ماهیت‌های متعدد هم که باشیم، باز هم تنها میمیریم، شاید بتونه این مفهوم تنهایی اگزیست رو برای ما نزدیک به ذهن بکنه و به اصطلاح مفهوم بهتری در اختیار ما قرار بده. یکی دیگه از مفاهیمی که پرداختن به اون میتونه تنهایی اگزیستانسیال رو برای ما فهمش رو عمیق‌تر بکنه، مفهوم آزادی هستش. آزادی یعنی چی؟ آزادی و تنهایی چه ارتباطی دارن؟ چه جوری کنار هم معنا میشن؟ وقتی من آزادم به عنوان انسان که هر چیزی رو انتخاب کنم و البته مسئولیت انتخابم رو هم باید به عهده بگیرم، پس تنهایی سراغ من میاد که این تنهایی ناشی از والد خود بودنه، مسئول زندگی خیش بودنه. پس وقتی فقط منم که مسئول زندگی خودم، مسئول انتخابهای خودم، مسئول رشد کردن یا نکردن خودم هستم، من بعدی از تنهایی رو دارم تجربه میکنم. مسئولیت یعنی مؤلف بودن، تألیف کردن کتاب، تألیف کرد مطابق با اون تألیف کردن زندگی. هر کدوم از ما مسئول زندگی خودمون هستیم، یعنی زندگی خودمون رو خودمون داریم تألیف میکنیم و مینویسیم. و اگر من این رو بپذیرم، میفهمم که تنهام
پس مفهوم تنهایی اگزیستانسیال اینجا عمیقاً درک میشه. فیلسوفی به نام هایدگر یک اصطلاحی داره راجع به این موضوع، میگه ما غریبیم. اصطلاحی در خانه نبودن رو استفاده میکنه. تو تنهایی، انگار در خانه نیستی، کسی نیست. برای انتخاب زندگی خودت فقط تو هستی که داری این سنگ بنا رو میچینی و داری رقم میزنی که چه اتفاقی بیفته. ولی یک نکته که اینجا وجود داره این هستش که افراد بعد از تجربه این تنهایی و مواجه شدن با اینکه واقعا مرگ تنهایی داره و این تنهایی عمیق رو اونجا تجربه میشه کرد، یا اینکه واقعا این آزادی، حس تنهایی کنارش وجود داره و من خودم به تنهایی مسئول تمام اتفاقات زندگی خودم هستم، اینجا ممکنه ناگهان مواجه با احساس پوچی، تنهایی عمیق و یه حسی از بیرحمی جهان بشن که این شوکی که به اونها وارد میشه به اونها تجربه اضطراب میده. از هیچ چیز بودن، از هیچی نبودن میترسن و اینجاست که فرد آگاهی که با این ترس مواجه میشه، اضطراب تنهایی رو تجربه میکنه، برای مواجهه با اضطراب تنهایی سراغ فرایند رشد میره. تنها چیزی که میتونه نجاتش بده رشد کردنه و رشد کردن هزینه اون تنهاییه. رشد کردن یعنی چی؟ یعنی فردیت یافتن، یعنی پیدا کردن خود، یعنی اینکه در روابط اگر میخواد این فرد وارد بشه، با توجه به تنهایی خودش و در نظر گرفتن تنهایی عمیق اگزیستانسیال خودش وارد روابط میشه. به چه معنا؟ این که من گفتم در ابتدای بحثم که توجه به این تنهایی رفتار ما رو ایمن‌تر میکنه، روابط ما رو سالم‌تر میکنه. نکتهش اینجاست. گاهی اوقات مشکلی که در روابط برای ما به وجود میاد مشکل درآمیختگی تنهاییه. یعنی چی؟ یعنی افراد باید یاد بگیرن، ما باید یاد بگیریم که با دیگران رابطه برقرار میکنیم بدون اینکه بدل بشیم به بخشی از اون. یعنی درگیر درآمیختگی با افراد نشیم به خاطر ترس از تنهایی. به آرزوی فرار از تنهایی خودمون سراغ آدم ها نریم و به روابط پر و بال ندیم. یا اینکه یه جایی ما بدونی که متوجه بشیم دیگران نزدیک به خودمون، اون دیگرانی رو که در رابطه با اونها قرار میگیریم، تا سطح یک ابزار برای دفاع در برابر تنهایی خودمون پایین میاریم. یعنی عملاً از دیگران سوء استفاده میکنیم و گاهن اسم اونو میذاریم عشق، اسمشو میذاریم دوست داشتن. پس ما باید یاد بگیریم که هم بخشی از افراد باشیم در روابط، هم جدا از اونها باشیم و این دوتا رو با هم تداخلشون ندیم. در عینی که من میتونم در جمع باشم، روابط بین فردی خوبی داشته باشم، اما باید بدونم تنهام، مسئول رفتار و کردار خودم هستم. باید بدونم پاسخگوی عملکرد خودم خواهم بود. مسئولیتم رو نمیتونم گردن دیگران بندازم. مرگی در انتظار من هست که باید برای آگاهانه مردن، برای چگونه مردن و چگونه پایان دادن به زندگیم خودم برنامه بریزم. و اینجاست که اگر با این دید وارد بشیم، ما روابطمون رو میتونیم تنظیم کنیم. خیلی قشنگ در رابطه باشیم، اما تکیه خودمون رو تو رابطه نندازیم. بار خودمون رو به گردن طرف مقابلمون نندازیم. و این رو بدونیم که هیچ رابطه‌ای، تاکید میکنم، هیچ رابطه‌ای قادر به از میان بردن تنهایی ما نیست. و برای فرار از این تنهایی وحشت انگیز باید به خودمون رجوع کنیم. به خودمون تکیه کنیم. باید اون فردیت خودمون رو پررنگ کنیم. عزیزان دل، امیدوارم در این فرصت اندکی که در اختیار من بود تا این موضوع رو برای شما شرح بدم، بابی تو ذهن شما باز شده باشه، طرح سوالی شده باشه که بیشتر به این موضوع بپردازین، چون این موضوع خب نیاز به تأمل بیشتری داره، نیاز به تجربه اونچه که شنیدین در طول زندگی داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به مشورت و گاهن گفتمان با یک فردی که در این مسیر شاید آگاهی بیشتری داره
که همه اینها به شما کمک میکنه به مفهوم عمیق‌تری از تنهایی و ارتباط عمیق‌تری با خودتون در پس از اون دست پیدا کنید. موفق و پیروز باشین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم. یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده. با تخیل در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی، هر وقت دلت بخواد. هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر. من خودم در تنهایی آدم بهتری. میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم. قسمتی از سخنان عباس کیارستمی، نویسنده و کارگردان رو شنیدید و خدا نگهدار.